سلام و درود فراوان به شما دوستای عزیزم، چه اونایی که تازه وارد پیج من شدن چه دوستان قدیمی. ان همیشه لباتون خندون دلتون شاد. میخوام امروز در رابطه با شکل سازی تو قسمت بالای سر هم تئوری بهتون توضیح بدم هم عملی براتون اجرا کنم. شما برای اینکه یک چهره نامتعادل رو به چهره متعادل تبدیل بکنید باید شکل سازی روی سطح سر رو بلد باشید. امروز با من همراه باشید. برای مثال اگر تو قسمت بالای سر تاپ سر مشتری شما یک شکل تخم مرغی و بیضی شدید داشته باشه، یعنی همچین حالتی داشته باشه توی قسمت بالای سرش و قوس‌های کناری سر، بهتره که شما با شکل سازی مربع در بالای سر این جاها و قوس‌هایی که وجود داره این جاها خالیه رو پر بکنی با تارهای مو. چه جوری باید این کار رو بکنی؟ برای مثال فقط تو قسمت تاپ سر من یه سکشن در وسط سر میگیرم. سکشن هم سکشن الگوه. من هم نمای از روبروم رو میسازم، هم نمای نیمرخم رو میسازم. برای مثال توی سکشن الگو من میخوام یک نمای مربع بسازم، پس من از نمای نیمرخ دارم یک شکل مربع رو درست میکنم با استفاده از سکشن طولی تو قسمت بالای سر. تنها چیزی که شما باید دقت بکنید اینه که نه کشش به سمت عقب دارم نه کشش به سمت جلو، یعنی موها کامل به سمت آسمان لیفت میشه. بعد از اینکه سکشن الگوم رو ساختم، یعنی مربع کاملا مشخص، من این شکل رو الان ساختم. حالا چیکار میکنم؟ نمای تمام رخم رو شروع میکنم به ساخت. سکشن الگوم که ساخته شده میدم به یک طرف، مثلا من اول سمت راست این کار رو انجام میدم. سکشنم رو میدم کامل به سمت راست. شما داری سبک لیرینگ آموزش میبینید توی آکادمی. یعنی چی؟ یعنی کوتاهی لایه به لایه. حالا سکشنینگ، لیرینگ، هر چیزی، کاری به این موضوع ندارم. این سبک باعث میشه شما منظم کارت رو انجام ببری و به صورت فله‌ای نیای بیای وایسی پشت مشتری و به صورت فله‌ای موها رو کوتاه بکنی. باعث ایجاد نظم میشه این سبک در کار شما. حالا چیکار میکنم؟ سکشن هامو به صورت ارزی جدا میکنم و تنها چیزی که حواسم هست این موضوعه. سکشن هامو کامل لیفت میکنم به سمت آسمان. تنها چیزی که حواسم باید باشه اینه که زاویه شونم مستقیم به سمت آسمون باشه، یعنی نه اینوری نه به سمت عقب. لیفت میکنم به سمت آسمون. من اینجا الگو دارم، از روی الگو کاتم رو انجام میدم. من دارم یک مربع از نمای تمام رخ روی بالای سر میسازم و همینطور که دارم با سکشن ارزی در نمای طولی در محور طولی حرکت میکنم، شکل سازی محور طولی من دارم کامل میکنم. لیفت کامل به سمت آسمون و کات انجام میشه. یه ذره از نزدیک بگی آمانی ببینیم مربع به کجا رسید. یک مربع در نمای تمام رخ، یک مربع در نمای نیم رخ. پس شما برای اینکه یک چهره نامتعادل رو به چهره متعادل تبدیل بکنی باید آنالیز چهره رو بلد باشی، باید تسلط روی هیرکاتت کامل باشه، اشکال رو بشناسی. مربع داریم، مثلث داریم، دایره داریم و بدونی که کجا از اینا استفاده کنی. توی متعادل ساز چهره، گریم داماد، شما 80% کار رو حتی با مو میتونید انجام بدید و بقیه کار رو برای مثال یاد میگیرید که چجوری از کانتورها استفاده کنی و یک چهره رو به تعادل برسونی. هایلایت قرمز هم حتما نگاه کن. اگر تازه کار هستی حتما استوریای قبل رو نگاه کن و نکته برداری کن. اما اینو میخوام بهت بگم، این آموزش‌ها رو دیدی؟ فوق العاده
جزء کوچکی از علمی هستش که من میخوام توی آموزشگاهم به تو یاد بدم. شرایط ثبت نامی رو حتما برو تو هایلایت قرمز نگاه بکن. اگر تازه کار هستی، داری کار میکنی با این سبک و نیاز به نکات ریزی داری که کارت رو کامل بکنه، حتما برو هایلایتامو چک بکن، چون توی کلاس‌ها نکاتی گفته میشه که به دردت میخوره. اونا رو بنویس، نکته برداری کن، پست‌ها هم ببین و لذت ببر.